بسم الله الرحمن الرحیم. وقتتان بخیر. انشالله که مثل همیشه میگم خوب و صحتمند باشین. چطور هستین؟ بچه خوب هستین؟ بخیر آمدین؟ درسایتان هم میخوانین؟ آفرین. پس بیاین که امروز هم بازم یک درس دیگه بخوانیم. آماده هستین؟ بسیار خوب. بچه شما آماده هستین؟ بله. آفرین. درس ما درس دهم فصل سوم تاریخ صنف هشتم است. کدام درس؟ درس دهم تاریخ صنف 8 بخیر رسیدیم. شور خوردن بخیر. این صنف هم خلاص میگیریم انشاءالله با توکل به خدا. عنوان و موضوع درس فعلی ما شما بین صفحات 33 الی 36 کتابتان آمده. خواهش ما است که همیشه قبل از درس بعد از درس کتاب برین باز کنین، مطالعه کنین، بیشتر هم بخوانین، هم خدا بفهمانین. امروز در مورد بابریان هند گپ میزنیم. ای که بابریان هند کیها بودن، چی کارا کردن، چی حکومت داری کردن و بالاخره حکومتشان چی وقت از بین رفت، کاملا گپ زدیم و خاط فهمیدیم. اما پیش از بیان که مرور کوتاه به درس گذشته خودم داشته باشیم، به خاطر که یک بار دیگه هم تکرار شه و در ذهن ما دوباره بیاید. ما شما در درس گذشته در مورد شیبانی ها و استراخانی های ماوراءالنهر گفتیم. دو سلسله و دو خانواده که آمدن در سرزمین به نام افغانستان حکمرانی کردن، جاهای مختلف گرفتن و به قدرت و سلطنت رسیدن و بالاخره یک وقت این خانواده ها هم از بین رفت، حکمرانی و سلطنتشان از بین رفت و کسای دیگه آمدن که امروز به ادامه او درسا بیاین در مورد بابریان هند بگوییم. ای که چرا بابریان هند میگیم او را در بین درس حتما خواهد فهمیدیم و این سوال ما و شما حل خواهد شد. یک چیز دیگه یادم نره، کارخانگی هم براتون داده بودم، یادتان است؟ بسیار خوب. هر کس کارخانگی خود نوشته کرده کتابچه خود بالا کنه. اوه همگی کار کردن. آفرین بسیار زیاد تشکر از همگیتان. کارخانگی را که امروز هم براتون میگم اورم بخیر، باز جلسه بعدیش برای من بیارین نشان بدین که مثل امروز خوشحال شم. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. پس آماده هستین که شروع کنیم؟ بله. بسیار باشین که من آماده شم و بخیر درس خود شروع کنیم. پیش از اینکه بریم در مورد بابری ها بگیم، اهداف درس خود مرور کنیم که وقت درس امروزه میخوانیم چه چیزا را باید بفهمیم و به چه چیزا باید معلومات پیدا کنیم و دسترسی پیدا کنیم. اولین هدف درس ما و شما آشنایی با سلسله بابریان است. ای که بابریان هند کیها بودن، در کجا به وجود آمدن، چگونه حکومت تشکیل کردن، چه وقت اینا سلطنت و پادشاهی داشتن و بالاخره این سلسله چی و خاتمه پیدا کرد، امروز باید ما شما بفهمیم بخیر. و هدف دوم درس ما شما کسب معلومات در مورد وضعیت فرهنگ و تمدن زمان بابری های هند است. باید بگیم که وقت بابری های هند نه تنها در هند بلکه در سرزمین های دیگه مخصوصا در سرزمین ما حکمرانی داشتن، وضعیت فرهنگ و تمدن به چه شکل بود؟ آیا خوب بود یا خوب نبود، ناخوب بود؟ پس آماده هستین که شروع کنیم؟ بله. همتان؟ آفرین. اما پیش از اینکه در مورد وضعیت تمدن و فرهنگ او زمان بگوییم، بریم خود بابری ها را بشناسیم، باز بعد از میریم در مورد از او گپ هم گپ میزنیم و زیادتر خواهد فهمیدیم. وقت شما کتاب تاریختان را بخوانین یا منابع تاریخی را بخوانین، گفته میشه که بنیانگذار و مؤسس بابری ها ظهیرالدین محمد بابر است که نسب ای آدم به تیمور گرگان میرسه و ای آدم هم از زمره خاندان مغولا حساب میشه. از همین خاطر هم است که سلسله ای آدم به نامهای بابریان، گرگانیان و مغولان هند یاد میکنند. پس بابری ها را به چندین نام دیگه یاد میکنن. کدام؟ بابریان، گرگانیان و مغولان هند و به این نام اینا شهرت هم دارن. خود ظهیرالدین محمد بابر که بنیانگذار و مؤسس بابری هاست، در سال 888 قمری که مصادف میشه به 1483 میلادی در اندیجان ازبکستان متولد میشه و در 12 سالگی امیر ناحیه فرغانه میشه. امیر کجا؟ امیر ناحیه فرغانه. در سال 906 قمری که معادلش
1501 میلادی میشه شهر سمرقند تسخیر میکنه و میگیره. اما ازبکان شیبانی او را از آسیای مرکزی فراری میتن و او به کابل میایه و او شهر کابل در سال 910 قمری که مصادف است با 1504 میلادی به عنوان مرکز خود انتخاب میکنه که بعد از او چند سال بعد قندهار را هم میگیره. بابرشاه بالاخره در سال 932 قمری که مصادف است با 1526 میلادی از افغانستان به طرف هند لشکرکشی میکنه و در هندوستان دولت افغانان لودین از بین میبره و سلطنت خود در هند اعلام میکنه. پس این آدم وقتی که از یک جای رانده میشه فراری میشه میه به کابل، بعدا قندهار را میگیره، اما در سال 932 به طرف هند دوباره لشکرکشی میکنه و در هند دوباره حکومت خود تشکیل میکنه و سلطنت خود اعلام میکنه. گفته میشه که بابر عاشق کابل بود که در این شهر باغا و بناهای بسیار زیاده میسازه. اما پیش از اینکه یادم فوت کنه در وصیت خود میگه که مرا در یکی از باغهای کابل دفن کنین که این آدم فعلا هم در باغ به نام بابر در کابل دفن است. باغ بابر کابل را دیدین؟ من مطمئن هستم حتما یک بار رفتین یا چندین بار رفته باشین یا هر روز شاید برین، به خاطر که یکی از معروفترین و مشهورترین باغهای کابل و ناگفته نمانم که بسیار زیاد سرسبز هم هست، درختای میوه بسیار زیاد خوب داره، آب و هوای بسیار زیاد خوب داره که حتما شما اینجا را دیدین؟ خیر اگه ندیدین یک روز باز یک جای حتما خواهد رفتین یا پدر و مادرای عزیزتان بگین که یک روز بخیر در بهار شما را ببرن باغ بابر کابل. یم در مورد خود بابر شد. اما بیاین که در مورد اولاده، فرزندا و پسرای بابر بخوانیم، بفهمیم که کی ها بودن و چی کارا کردن. بازم تاریخ نویسا و خود تاریخ نوشته میکنه که بعد از بابر فرزندش همایون پادشاه میشه. کی؟ همایون. اما برادرش که کاکای همایون میشه کامران مرزا و شیرشاه سوری با همایون مخالفت میکنن و در مقابلش استاد میشن که بالاخره همایون به هند فرار میکنه و از هند فرار میکنه و به دریای صفوی ایران پناه میبره. یعنی از هند فراری میشه و میای به صفوی ایران و در اوجا مسکن گزین میشه. اما دوباره یادم به کمک صفویا بار دیگه می قسمت از افغانستان پنجاب و دهلی را تسخیر میکنه و میگیره. از هند فراری میشه به ایران، اما صفویا دوباره کمکش میکنه که بازم به قسمت های از افغانستان بگیره، قسمت های از پنجاب بگیره و حتی دهلی را دوباره تصرف کنه. و بعد از او جلال الدین اکبر پسر یا فرزند همایون بود که در روزگار حکومتش بابریای هند بسیار زیاد ترقی و رشد میکنه که در این زمان بین دولت و گرگانی و افغانا به رهبری بایزید انصاری که به کدام نام معروف است؟ پیر روشن. ما شما قبلا درباره یادم گپ زدیم. جنگای بسیار زیاد شدید روی میته که بایزید انصاری کشته میشه، اما نهضت روشنیا بر 65 سال دیگه هم ادامه پیدا میکنه و پیش میره. اما پس از جلال الدین اکبر پسرش جهانگیر پادشاه هندوستان میشه، اما در آخر عمر خود به طرف کابل میه. اما فرزند جهانشاه در سال 1067 یا 1067 قمری که مصادف میشه با 1657 میلادی به طرف قندار و بلخ لشکرکشی میکنه و اوجا را میخواد تسخیر کنه، اما ناکام میشه. میخواد که برای بلخ بگیره و قندهار را بگیره، لشکرکشی میکنه، اما در این لشکرکشی خود موفق نمیشه و ناکام میشه. فهمیدین؟ اما بعد از این آدم کسی دیگه به نام اورنگزیب به قدرت میرسه که اورنگزیب هم بعد از شاه جهان پادشاه سرزمین بابریان میشه، ولی با قیام افغانا روبرو میشه که قیام نهضت توسط خوشحال خان خټک رهبری میشه. اما خوشحال خان خټک دستگیر میشه و 4.5 سال گفتم، اما 4.5 سال در زندان اورنگزیب زندانی میشه که بسیار زیاد عمر است. اما گفته بودیم وقتی خوشحال خان خټک از زندان وقت رها میشه دوباره میره رهبری نهضت روشنیان میگیره که ما شما در موردش گفتیم. اما بیایم پس درباره اورنگزیب بگوییم. گفته میشه که اورنگزیب از جمله شاعران و نویسندگان برجسته زبان پشتوست
کسی بوده که شعر می‌سراییده، قلم می‌زده و نوشته می‌کرده و یکی از معروفترین و مشهورترین شاعران و نویسنده‌های زبان پشتو است. اما ضعف حکومت بابریای هند از زمان اورنگزیب متاسفانه آغاز میشه که به سال 1124 قمری که مصادف میشه با 1712 میلادی حکومتشان به پایان میرسه. یعنی سلسله اساس دیگه چی میشه؟ منقرض میشه، حکومتداریشان ختم میشه و اورنگزیب از جمله آخرین پادشاه‌های بابری هاست که بعد از پایان یافتن حکومت بابریا، حکومت محلی به نام گورگانیان در حالی که با حملات بسیار شدید و سخت نادرشاه افشار و احمد شاه ابدالی روبرو میشه، ولی بازم در هند این سلسله باقی میمونه. حکومت گورگانیان هم در نهایت تحت حمایت و دسترازی کمپانی هند شرقی که مربوط بریتانیا بود در سال 1839 میلادی میاین و در میان که کمپانی مذکورم از روزگار جهانگیر پادشاه در هند آغاز شده بود. کمپانی هند شرقی یکی از کمپانی‌های بریتانیایی بود که در هند میاد تأسیس میشه. البته کارش کار تجارتی نشان داده میشه، اما اصل کارش چیست؟ کارهای سیاسی و نظامی میکنن که گورگانیا هم تحت حمایت و تحت نفوذ ای کمپانی بالاخره میاین. این تمام گپایی بود که در مورد اورنگزیب گفتیم. سوال دارین؟ بسیار خوب. وقتی ما شما در مورد این خانواده گفتیم، بیاین که وضعیت فرهنگ و تمدن بابریا را بگوییم که در روزگار حکومتداریشان به چه شکل بوده. در زمان حکومتداری بابریا فرهنگ و تمدن هندوستان شکوفا میشه، پیشرفت میکنه، ترقی میکنه و کارهای خوب در بخش فرهنگ و تمدن میشه. یک چیز بسیار زیاد مهم که هیچ وقت یادتان نره و ایره نوشته کنین و به شکل زرین در خط تاریخ هم نوشته شده، گفته میشه که دری زبان رسمی حکومت میشه و زبان رسمی حکومتداری قرار میگیره. وقت مکاتب نوشته میشه، وقت اسناد نوشته میشه، اونمو به زبان دری قید میشه و ثبت میشه. و در این زمان باغا، امارت‌ها و قصرهای بسیار زیاد باشکوه مثل تاج محل که تصویرش انشاءالله من براتون نشان میتم، تاج محل ساخته میشه. هرچند گورگانیا زیادتر به کشور ما هم توجه ندارن، اما در افغانستان هم بعضی از کارا میشه، بعضی از کارهای ادبی و فرهنگی انجام میشه، در حالی که در هند تمدن و فرهنگ و ادب ترقی و پیشرفت میکنه. هرچند گفته میشه که در افغانستان چندان توجه نمیکنن، اما بعض از جایا گفته میشه که ساخته میشه. یک کس دست خود بالا کرده. سوال دارین؟ استاد، کدام جاها در کشور ما ساخته شد؟ صنفیتان میپرسه که خیلی کشور ما کجا ساخته شد. گفتیم که در هند قصرها و امارت‌ها و بناها ساخته شد، از جمله تاج محل. تاج محل من نمیفهم که در کدام شهر هندوستان است، آگره شاید باشه یا کدام شهر دیگه باشه، دقیق یادم هم نیست. انشالله اگر شد یک بار حتما بریم تاج محل ببینیم و ببینیم که از شگفتی های معماری است که در هند ساخته میشه. میگن در افغانستان توجه نمیشه، اما بعضی جاها ساخته میشه. صنفیتان سوال کرد که خیلی کشور ما کجا ساخته میشه. دقیقاً بین که براتون بگم فراموش ما نشه. یکی از جاهایی که در کشور ما ساخته میشه طاق چهلزینه است که پیشتاق هم ایره میگن و در کوه سرپوزه قندهار است. حتما اینجا را فکر نکنم موری رفته باشین، اما عکسایش شاید دیده باشین یا تصویرایش دیده باشین. و باغ علم گنج هم ساخته میشه، باغ شهرآرا ساخته میشه، باغ دلگشا ساخته میشه، چهار باغ ساخته میشه، باغ بابر که بیشتر ما براتون گفتم ساخته میشه، باغ بگرامی ساخته میشه، باغ صفا و باغ کوکب ساخته میشه که این باغا در کجا هست؟ معمولا هم در کابل است و هم طرف استالف و ناحیه شمالی و مشرقی کشور ما این باغا بیمار میشه. این جایی بود که در او زمان، در زمان بابریای هند، در کشور ما هم ساخته میشه. فهمیدین؟ سوال ندارین؟ بسیار خوب. پس بیاین که کوتاه درس رو جمع بندی کنیم، باز کارخانگی رو بگیم و بخیر تمام کنیم. امروز درباره بابریان هند گفتیم ظهیرالدین محمد بابر مؤسس این خانواده است و بعد از او فرزندایش و اولادش به قدرت میرسه، جاهای مختلف فتح میکنن، از جمله بسیاری وقتا مرکز حکومتداری از اینا هند بوده که در او زمان گفتیم فرهنگ و ادب و علم در هندوستان بسیار زیاد پیشرفت میکنه، بسیار جای زیاد خوبه
فرهنگی ساخته میشه. مثلا یکی از بناهای معروفی که از جمله آثار تاریخی هندوستان و دنیا حساب میشه تاج محل ساخته میشه. در افغانستان ما بعض از باغا و قصرها ساخته میشه، مثل باغ بابر که براتون نام گرفتم، چهلتاق که براتون گفتم، باغ شهرارها و باغای دیگه که هست. ای بود تمام گپایی که در درس امروز گفتیم. پس بیاین که سوالات کارخانه‌ایتان هم بگویم. سوال اول، بابر شاه کی بود و در کجا متولد شد؟ میگین بابر شاه کی بود و در کجا تولد شد؟ سوال دوم، وضعیت فرهنگ و تمدن در زمان بابری ها چگونه بود؟ بنویسید. ندیم جان، این سوال دیگه سوال از براتون تشریح کردم، جوابش باز نوشته کنید. سوال سوم، همایون کی بود؟ شرح دهید. میگن که یکی از فرزندای ظهیرالدین بود. تمام گپای ما امروز هم بود. بچه‌ها فهمیدین؟ کاملا این خانواده رو شناختین؟ بسیار خوب. درس ما همینجا خاتمه پیدا میکند. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.